چیز دیگه میبره دیگه اصلا در کراچی نمیره. قیمتی زیاد شده. قیمتی زیاد شده. کار نیست. شار وضعیت خرابه. کاکا شنیده بودم که ثبت نام تا در لیست عروسی دست جمعی ثبت نام بچه تا مناسب ما که ثبت نام در عروسی دست جمعی بچه ما کده بدیم دیگه خیلی دیر است که اول شاید نامده از دفتر مفتر کدام خبر نیست. ما بسیار نگرانیم. بعضی ها از اینجا حذف کرده که وضع اقتصادش بچون خوبه یا فلان. شاید اون مستحق نبود که حذف شده. شاید دیگه ما خودیم که خودیم کراچوان هستم دیگه مستحقش هم هستم دیگه تونست نامده. ما بسیار پریشان هستم. اگه من بر پیش خبری بودم که بچه در لیست عروسی دست جمعی قبول شد چی که خوش میشه؟ یعنی فکر کن که من زمین در آسمان رفتم دیگه همین خوش میشه. خوش جان. خب علی ما برات گفتم اینه که بچه در لیست عروسی دست جمعی قبول شد. نه ملا صاحب تو خود گفتی خب ما تا که از دفتر بر ما زنگ نامده ما مطمئن نیستیم. علی گفت ما را قبول نمیکنی؟ گفت تو رو خود قبول میکنیم خود نه دیگه اوسه که ما از دفتر زنگ نیاید. نمیدونم ما مطمئن نمیدونم. قبول نمیکنی؟ مطمئن نمیدونم. جان. دغه ته دفتر ته زنګ وروهه دغه د ورته چې د دفتر څخه کاکا ته اجل زنګ ووي یو نه کې جر کوي یعنی ولې از دفتر بر زنګ از دفتر بر زنګ دیگه خدا برای خیر بده. ما تو میتر انسان دا پیش روی دی ساعت از قبول نمیکنی. سلامت باشین آجی صاحب جور باشین دیگه ما از دفتر زنگ بیا مطمئن میزیم دیگه خیلی خوشحال میشیم. خیلی خوشحال میشه. خیلی خوشحال میشیم. اینا بچه ها امروز کار نکردی؟ نه امروز از صبح تا حالا رو گشتیم آجی صاحب اینه 20 روپیه 30 روپیه. زنگ دفتر است. دفتر باورم نمیاد آجی صاحب. گلنگویشه گلنگویشه گلنگ. الو خوب هستین بخیرین؟ شما دفتر عروسی دست جمعی زنگ زدین؟ خب قبول شد؟ سلامت باشین جور باشین خدا شما رو آرام داشته باشه خدا شما رو خیر بده سلامت باشین دیگه ما مطمئن شوم خیر ببینی خدا شما را از خیر بده خیلی خوشحال شدم سلامت باشین کی است؟ هفته آینده همین خود ملا صاحب نه باور نه ما خیلی ترسیدم که ما رو نه بندی نکنه ملا صاحب خب ما وقتی دیدادیم خوی رقم نبود خدا سلامت باشین جور باشین خدا حافظ عزیز صاحب خوب هستین بخیر سلامت باشین عزیز صاحب ما خیلی خوشحال شدیم خیلی سلامت باشه خدا تو را در دین دنیا خار نکنه خدا انشالله دیگه اون قدر عجب خدا گرد مرا اول قبول نکنی از دفتر که جنگ نه از پیشت خفه هستم بس ما همون رقم دیدیم تو را هیچ نشد اورم از دور دیدی بودی از دور دیده بودی من خود از بیخی سرتان ندیده بودم سلامت باشین عزیزم کالا را خریدی برای عروسی بچه؟ نه کالا نخریدم کالای کنه همون تو کده ماندیم بخیر که کی بخیر حالا که یه جوڑه کلی ورطرم دیگه کالا خواهم کار نیست دیگه ما در فکر شکم هستیم هم شکم بچه هم گوش نمانه این تبریک باشه سلامت باشین آجی صاحب تشکر خدا شما را عجب دیگه اینال آجی صاحب ما کالا رو خدا دی سلامت باشین ما موجره زمین رو نداریم کنید الله بکت همین اگه وجودش پیدا شد خوش میشه وجودش پیدا شد خود عروسی بچه یک لباس نو بپوشم خیلی خوشحال میشه سلامت باشین آجی صاحب خدا شما را عجل بده خدا خیر بده دیگه ما را
این قدر خوشحال ساختین عزیز صاحب. اول وارخطا شدی که این ملاست. اما خدا ترسیدم که کدام جور مول خدا نخواسته در پای ما شده. الله اکبر. سلامت فکر کردی باشین. که کدام جرم مرتکب شدی که ملا صاحب آمده؟ ملا صاحب آمده حتما کدام مجرمیت سر ما کدام حالی مشکلات چی که خوش شدی؟ حالی دیگه نه ما فکر که ما را هم زمین بالا دارید و آسمان. سلامت بخیر باش. سلامت باش. بخیر باش. آرام باشی هر جایی که بخیر باش. باشی. سلامت باش. خدا نیک مبارک کنه آمدگی تان بگیرین. انشالله بسیار زود براتون خبر داده میشه. سلامت باشین حاجی صاحب. تا صبح و دیگه صبح براتون تاریخش گفتم. جور باشین حاجی بخیر صاحب. باش. سلامت. سلامت خدا باشین. حافظ. خدا حاضر خدا بشه حافظ. شما را دیگه. خدا حافظ دیگه.